یعنی تهمت چی است که احتمال داره که نزدیکات تا تجاوز برسه. یعنی این چیزا نرمال است در این رو برادر. تهمت با میگم پیامبر بود، حبیب خدا بود، بهترین انسان در روی زمین. او را یک زمان مشرکای همون دور و زمان اومدن در حقش تهمت کردن تا زمانی که آیات قرآن نازل شد و تا زمانی که خداوند خودش نشان داد که این تهمت است، این دروغ است. ما کی هستیم؟ ما کجا و همسر پیامبر کجا و خود پیامبر کجا؟ یعنی این چیزا بود هست و میمونه. من خدا را شکر همین ناموس و غیرت و شجاعت مرا در این راه ایستاد کرد است که نمیخوام که یک زنی دیگر بی ناموس باشه، یک خواهری دیگر عزتش از دست، ناموسش از دست بروه. من شکر تا جای ناموس خودم حفاظت میکنم، از ناموس خودم دفاع میکنم. راضی میشم اینه که سرم از تن رود، سخن مردانه میگم. سر من میتونم ولی ناموس نمیتونم. مثل این بی غیرت ها، مثل این بی ناموس ها، مثل این کسایی که صد بهانه را پیش میارن آمادن که رحمان و بلسن ولی مثل عرب ها، مثل افغان ها، مثل ترک ها. فرقش چیه؟ روسری همش روسری است. مثل عرب میبندی، مثل عجم میبندی. مهم ناموسی تو را حفاظت میکنم، مهم نمیدونم تو را دفاع میکنم. من آمدم یک کسی که از زنی تا از خواهری تا از همسری تا دفاع دارم که رحمان و زن این ملت تحقیر نکه. او زن این ملت خواهری تو هم است، مادری تو هم است، دختری تو هم است. من کسی آمدم که از اونا دفاع دارم، از توی بی غیرت. من آشکار آمدم از زن و فرزند تو دفاع دارم بی غیرت. بجای برویان یک سخن نیک بگن، اینا بی ناموسا، اینا بی عفتا، اینا بی غیرتا دیگه گپی ندارن. ناموس و غیرت خطا بیاد قیاس بگه در مقابل ما کیلومترها فرق میکنه. تو بی غیرت نمیتونی از همون زنی خود دفاع بکنی. کجا اومدی خاطی ما بحث ناموس میکنین، بحث نمیدونم غیرت میکنین، بحث شجاعت میکنین. تو کیلومترها دوری تو. من مطمئنم